باید بذارم رو بخار کتری که قشنگ آرد برنجش بپزه. خب تو پلیموپول اینجوری گذاشتمش رو بخار کتری، یه پلاستیک پریزم کشیدم روش که خمیر ما بپزه. چه رنگی؟ گاهی خب بنداز داخلش. آرام. تاقه؟ نه چندان تخت نیست. چالش سختیه ما بچه‌ها، نه اینقدرام آسان نیست. من واسه اولین باره که دارم این دو کوکی رو درست کنم. حالا آردش اینجوری شد، من پختمش اینجوریه بچه‌ها. ما چقدر من اینجوری بزنیم. این ته میمونه چرا؟ وقتی پختن خودشون میان رو آب. چه خوشگل شده. خب از اون جایی که سس سویا خورده شوره، حالا ما زیاد شونش نمی‌کنیم. یه قاشق چای خوری هم نمک بهش اضافه می‌کنم، میذارم داخل این شکر کارامل شده که آب ریختم روش. میگم بیشتر انگلیسی. نه. دوستان این آبگور پخته‌ای که من میگم اینجوری. خیلی هم رقیقه، خیلی هم خوشمزه است. دو قاشق غذاخوری از این آبگور پخته میذارم داخلش. شما میتونید سرکه اضافه کنید. یه قاشق غذاخوری سرکه اضافه کنید. سس سویا خونگی البته جایگزین سس سویا. بچشیم. خوشمزه است. خیلی شیرینه. این خوشمزه است. خیلی خوشمزه است دوستان. به به. یه خورده رو کم تفت میدم. خالی کنم تو کنم. قطعا خوشمزه بگرم نباش. از این چاپستیک هم داریم. چاپستیک آره بچه‌ها، چاپستیک. دیگه خوب بلد نیستم. من به این غذا از 1 تا 10 7 میدم. 7 6 یا 7. ببینم 7 6 بین 6 تا 7. 8 8 میدی؟ من به این گیاس اینجوری به 3 میدم.